تفاوت هایفوهای دو بعدی، سه بعدی و چند بعدی چیه؟ کلاً هایفوها را به دو دسته کلی هایفوهای خطی و هایفوهای ماتریکسی دسته‌بندی می‌کنیم. هایفوهایی که به ازای هر یک شات یه لاین سوختگی یه خط میزنن اصطلاحاً بهشون میگیم هایفوهای خطی یا هایفوهای دو بعدی. هایفوهایی که به ازای یک بار شات زدن 12 تا لاین سوختگی 12 خط برای ما میزنن، ما اصطلاحاً بهشون میگیم هایفوهای سه بعدی. پس هایفوهای 4 بعدی، 7 بعدی و 12 بعدی چی هستند؟ دستگاه‌های هایفو آپشن های مختلف و هندپیس ها و تعداد کارتریج های مختلف دارن که با توجه به این پارامترها، اینکه دستگاه هایفو چند تا هندپیس چند تا کارتریج داره، نام های مختلفی دارن. اینکه دستگاه هایفو شما هندپیس آرف فرکشنال داشته باشه یا هندپیس هایفو واژینال داشته باشه، میتونه 4 بعدی، 7 بعدی یا در حقیقت 12 بعدی باشه.